سوال چهارم هم دیدن میبرم. سوال چی میگه؟ ریاکسیون مبادله رو معاوضه رو که محصول آن گیدروفسفاتی کلی است معین کنه. ما هر یک واریانت رو دیدن میبریم. واریانت ا خود داده است گیدروفسفات کلی پلوس کلی OH. یعنی ما محیط اشغالی رو زیاد کرده ایستاده. یعنی کلی با کلی پلوس شده، در نتیجه کلی 3 PO4 پلوس H2O حاصل میکنه. واریانت ب رو دیده برای متال کلی پلوس کیسلات فسفات برعکس میرود. دو تا کلی جای دو تا هیدروژن رو میگیرد. وقتی جای دو تا هیدروژن رو گیرد اگر کلی 2 HPO4 پلوس هیدروژن خارج بشه، چون که در اینجا رئیس جایگیری میشه. واریانت اس رو دیده برای یعنی در اینجا دو تا فسفات کلی پلوس کیسلات فسفات، یعنی محیط کیسلاتگی رو در عکس زیاد کرده. همون محیط کیسلاتگی زیاد شدن نمکی توش حاصل میشه، یعنی در اینجا حاصل میشه و کلی 2 HPO4. در اینجا اگر ما ریاکس رو برابر کنیم در اینجا ریاکس میمونه، یعنی ریاکس ما برابر میشه. واریانت دی رو دیده میبره. در اینجا باز نمک کیسلاتگی داده شده است پلوس اشغال کرده است، یعنی که باز محیط چه اشغالی رو زیاد کرده است، یعنی که در نتیجه حاصل شدن میگه، یعنی که با خاصیت ترشی کم شدن میگه و خاصیت اساسی زیاد میشه که در اینجا کلی 2 HPO4 پلوس H2O حاصل میشه. سوال ما چی گفته بود؟ سوال ما گفتم که ریاکس مبادله رو که محصول آن گیدروفسفات کلی میشه. گیدروفسفات کلی در اینجا فسفات کلی حاصل شده است. واریانت ای ما خطا میشه. واریانت ب رو ببینید. در اینجا گیدروفسفات کلی حاصل شده است، لیکن چی اینجا ریاکس جایگیری میباشه. با ما در تو ریاکس مبادله این ریاکس جایگیری است. واریانت خطا میباشه. واریانت اس رو ببینید. در اینجا حاصل شده است گیدروفسفات کلی، لیکن این ریاکس به نام ریاکس پیوسته حاصل میشه. این واریانت هم خطا میشه. با ما در تو ریاکس مبادله. واریانت دی رو اگر دیده برای در نتیجه در حقیقت محصول ما گیدروفسفات کلی ریاکس مبادله میشه. با این دو مدل مرکب قسمت تفصیلی خودش رو کردن. بس کردن جواب درست ما این واریانت دی میشه.